نیست. اما زن باردار تو ماه هفتم و هشتم و نهم که بهش فشار میاد میتونه روزشو بخوره. خیلی خواهرها مؤمنن، خدا ترسن، میترسن روزشون بخورن. خب بالاخره مادر باید تقویت بشه تا اون جنین رشد بکنه. اسلام چه دینه وقتی تو نخ روزه میریم و آوانتاژ هایی که و رخصت هایی که اسلام میده به روزه‌داران متناسب با توانش، با وضعیتش، با حالتش، مقیم، مسافر، مریض، سالم، چطوریه. اگر احساس کرد که داره ضعیف میشه، چه خودش چه تاثیر میذاره. وقتی خودش ضعیف شد بچه‌ش هم ضعیف میشه. این روزشو میخوره، فدیه میده. اگر که بچه رو شیر میداد دوباره همین حالت، احساس میکرد که ضعیف داره میشه دوباره همین حالت، میتونه فدیه بده. خب پس مهمتر از همه این که حساب و کتابتون بکنید، سهم فقرا رو آماده بکنید، با ادب تحویلشون بدید. رو بحث زکات خیلی حساس باشید و حتما مشورت بکنید. فراموش نکنید که خداوند امانتی تحویل شما داده و این افتخار نصیب شما شده که خدا به تو بگه این مبلغ